هفته بعد سه شنبه ساعت 7 وبینار پیش رو لینکش رو توی کانال میزنیم. چهارشنبه و جمعه هم که رازگاهان تشویقتون میکنم صبح برای رازگاهان بیایم، چون قطعا باعث برکت ما میشه و اینکه میتونیم همه با هم دعا کنیم. جلسه سل گروپمون هم که چهارشنبه ها توی کلیساست. این هفته جای عزیزانی که نبودن خالی بود، ما چیزای خوشمزه خوردیم، چیزای ترش، شیرین یا آبکی، خلاصه که آره تشویقتون میکنم، چون یک طور دیگه چی بوده؟ چی؟ هندونه بود، هندونه دلتون نخواد. قطعا یک طور متفاوتیه و باعث برکتمون هست. پس چهارشنبه هم ساعت 7 توی کلیسا سل گروپ و به امید خدا جمعه حالا ساعتشو بلد تو کنم. نه حالا بعد خود چیز کن شاید میخواید. آره توی گروه، توی هم گروه میزن هم توی کانال کلیسا جلسه آقایان هست. جمعه بعد از ظهر جلسه آقایان هست که حالا ساعت و همه چیش رو توی کانال کلیسا توی اعلانات خواهیم گذاشت و یک شنبه هم که جلسه رسمی کلیسا. محمد جان ما رو برکت ما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان به سرتاسر دنیا بروید و انجیل من را به تمام خلایق موعظه کنید. سلام میکنم به همه شما عزیزان. شکر برای وجود تک تکتون. امیدوارم که حال تک تک شما خوب باشه. عید صعود رو تبریک میگم بهتون، با اینکه پنجشنبه بود ولی حتما بدونیم که هر روز میتونه یادآور کارهای عظیم عیسی مسیح باشه و من خیلی خوشحالم، الان خیلی هیجان زدم. تا لحظات دیگه خواهید فهمید چرا. واقعا کارهای خدا بی‌نظیره. آمین. و خدای ما خدای زنده و بی‌نظیر، بی همتا و واقعا عیسی که روز یک شنبه قیام کرده و قدرت قیامش همچنان در زندگی‌های ما پابرجاست، دیده میشه و ما رو از ایمان به ایمان رشد میده. آمین. شکر. دعا کنیم قبل از هر چیز. پدر جان تو رو شکر میکنیم برای امروز و این ساعت، برای کار عظیم تو خداوند که در این یک شنبه که یادآور قیام تو هست خداوند. تو رو شکر میکنیم که امروز در این مکان جمع شدیم خداوند با دعوت تو، تویی که دلی مشتاق و پای شتابان به ما میبخشه تا اینجا خداوند، جدا از هر فکر و نگرانی در حضور تو خداوند آرامی. تو رو شکر میکنیم و این جلسه رو به دستان تو میسپاریم. روح قدس عزیز، تو از طریق زبان من جاری شو خداوند. کلام تو که باعث حیات و احیای بدن تو میشه خداوند، امروز تک به تک ما رو سیاه کن در نام عیسی مسیح. آمین. شکر. همونطور که گفتم پنجشنبه گذشته صعود خداوند ما عیسی مسیح بود. شاید خیلی چون پنجشنبه است، پنجشنبه ها ممکنه جلسات کلیسایی داشته باشیم بعضی از کلیساها، ولی مثلا کریسمس یا پنتیکاست که هفته آینده است یا عید قیام، حالا یک شنبه ها نیست که جمع بشیم شادی کنیم. ولی میخوام بگم
صعود خداوند ما عیسی مسیح یک پیام قدرتمند داره که امروز حتما از طریق کلامش روح القدس برای ما باز میکنه و من خواستم با یه مثال شروع کنم. پریشب اگه اشتباه نکنم پریشب جمعه شب بود که تیم فوتبال چورون پسفند و پیشفندش رو نمیدونم چیه ولی میکنم متوجه شدید از بوقایی که میزدن چورون صعود کرد به لیگ برتر به فینال. من فکر کنم صعود کرد از خبر اشتباهی بود. تو گفتی اولین باری که این اتفاق میفته وارد فینال میشه. اوکی. حالا آمین که زحماتی که کشیدن به ثمر برسه ولی به هر حال صعود کرد به فینال و حالا دوباره یه اما اگری هست که از این فینال صعود کنه به لیگ برتر و دوباره بعد از اینکه صعود کنه به لیگ برتر دوباره اما اگری هست که چندم میشه سال دیگه هست میشه یا نه. اینا رو چرا میگم؟ چون صعود این اتفاقایی که زمینیه یه شرطی داره، یه اما اگری داره، پیروزی اتفاق میفته. ولی صعود عیسی مسیح فرقش اینه. عیسی هم صعود کرد دیگه، رفت بالا. عیسی پیروز بوده، هست و خواهد بود. آمین. همیشه عیسی پیروزه و این پیروزی رو برای ما به ارمغان آورده. صعود عیسی مسیح شرط نداره، اما اگر نداره. من میخوام یه قسمتی از کلام خدا رو با شما در میون بذارم و طبق این کلام با هم دیگه یه شهادت رو حتما خواهیم شنید که واقعا امروز وقتی این شهادت رو من متوجه شدم چند روز پیش من شنیدم ولی میخوام سورپرایز بشم. باب 16 مرقس، آخرین باب انجیل مرقس رو لطفاً بیارید. در باب 16 یا باب آخر انجیل مرقس در مورد انجیل مرقس باب 16 حالا آیاتش رو میدم. توی این باب 16 مرقس رستاخیز عیسی مسیح یعنی از قیام تا صعود رو یه جورایی نویسنده انجیل مرقس تحت الهام روح القدس نوشته. من نمیخوام همش رو بخونم، از آیه 9 برای شما میخونم. انجیل مرقس باب 16 آیات 9 تا آخر، 9 تا 20. چون عیسی در سحرگاه نخستین روز هفته برخاست، نخست بر مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم نیز رفت و به یاران او که در ماتم و زاری بودند خبر داد. خیلی دقت کنید، یاران او که در ماتم و زاری بودند. آیا امروز ما در ماتم و زاری هستیم یا نه؟ اما آنها چون شنیدند که عیسی زنده شده و مریم او را دیده است باور نکردند. اگر کتاب خودتونه زیر باور نکردن خط بکشید. پس از آن عیسی با سیمایی دیگر بر 2 تن از ایشان که به مزارع می رفتند ظاهر شد. آن 2 بازگشتند و دیگران را از این امر آگاه ساختند، اما سخن ایشان را نیز باور نکردند. این دومین باور نکردند. راه امائوس که با هم شنیدیم بارها ازش، این 2 شاگرد برمیگردن، عیسی باشون ملاقات میکنه، میان میگن عیسی قیام کرده رو دیدیم، به شاگردان میگن کلام خدا میگن اما سخن ایشان را نیز باور نکردند. آیه بعد، سپس عیسی بر آن 11 تن در حالی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و آنها را به سبب بی ایمانی و سخت‌دلیشان توبیخ کرد. چرا توبیخ کرد؟ زیرا سخن کسانی را که او را پس از رستاخیزش دیده بودند باور نکردند. یه باور نکردن دیگه. میتونید این هم آنگاه به دیشان فرمود به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد
و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. عیسی خداوند پس از آن که این سخنان را به دیشان فرمود به آسمان برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته در همه جا موعظه می‌کردند و خداوند با ایشان عمل می‌کرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت می‌نمود. آمین. ما می‌خوایم اینجا یه شهادت بشنویم که الان من و میلاد و نازنینم که دیگه خانشادی نمیتونه باشه، خیلی شگفت زده هستیم از این شهادت. شما خودتون هم برای سلمان عزیز دعا کردی. قبل از اینکه میلاد جان و سلمان بیان جلو، من چون شاهد این اتفاق بودم و میخوام بگم اینجایی که عیسی مسیح میگه این آیات همراه ایشان خواهد بود و امروز همراه تک به تک ما خواهد بود، بر بیماران دست خواهند گذاشت و آنها شفا خواهند یافت. آمین. هفته گذشته بود که میلاد با من تماس گرفت و گفت سمعان به شدت از درد دست در حال حتی گریه کردن. ما مراجعه کردیم به بیمارستان. بعد از MRI و عکسی که از دستش گرفتن مشخص شد که دستش حالا خودش میاد بیشتر توضیح میده 3 یا 4 تیکه شده بود استخونش. وقتی که ما نگاه کردیم توی مانیتور دکتر در بیمارستان الیت این دست 4 تیکه شده بود استخونش. میلاد اونجا شاهده و من وقتی نگاه کردم با اون تصویر اولین چیزی که اومد تو ذهنم این بود که پلاتین یا پیچ و مهره یا خیلی چیزای دیگه. و بعد نازنین زحمت کشید هزینه عمل جراحی رو سوال کرد. اگه اشتباه می‌کنم میلاد جان شما اصلاح کن. دکتر گفت 97,000 لیر هزینه این جراحی خواهد بود، ولی ما تخفیف ویژه میگیریم ایشون چون بیمه‌اش باز نیست و پناهجوی 64,700 یا 65,000 تا ما میگیریم. و اونجا سمعان عزیز به من گفت که دعا کن، من ایمان دارم که خدا منو شفا بده. اونجایی که عیسی مسیح میگه هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت و بالاترش میگه شاگردان رو به خاطر بی ایمانی و سخت‌دلیشان توبیخ کرد. من فکر می‌کنم امروز با صعود عیسی مسیح و این متن خدا میخواد نام خودش رو در این کلیسا جلال بده مثل همیشه. و هفته گذشته که ما دعا کردیم و گفتیم اولویت اول ما خدا باشه، نگران نباشید. و سمعان با این ایمان یک بار دیگه اومد کلیسا. یادتونه من توی پیغام هفته پیش گفتم اگر کسی هم الان کلیسا نباید میومد سمعان بود. من صبح که سمعان رو با دستش قاتل داشت، الان قاتلش رو باز کرد جلال به نام خدا، با سمعان رو با اون وضعیت دیدم گفتم اگه کسی هم امروز نمیومد نباید میومد کلیسا سمعان بود. درسته؟ یادتون هست؟ اومد، باز هم براش دعا کردیم. خواهر عاطفه اینجا که داشتیم پذیرایی می‌کردیم، خواهر عاطفه بعد ازش بپرسید اومد و من گفت همونطور که خدا تو این کلیسا منو شفا داد من دریافت کردم الان که عیسی دست سمعان رو شفا میده. درسته خواهر عاطفه؟ اومد به من گفتم برو به میلاد بگو براش ترجمه کنه. و همینطور میخوام بگم صحبت کیه؟ صحبت اصلی عیسی مسیح. آمین. موضوع اصلی عیسی است. روح که اینجا میخرم. ما فقط ایمان داشته باشیم. من واقعا نمیدونم الان به سامیا گفتم جیغ بزنم بزنم گریه کنم، یعنی کاری عیسی کرد که یعنی عجیب نیست. از این لحاظ که هر روز داره این کار رو انجام میده. برای کسایی که واقعا به نام پرجلالش ایمان دارن. میشه خود سمعانم بیاد برامون این شهادت رو بگه؟ مرسی. جلال بر نام خداوند عیسی مسیح. خدا رو شکر. چند روز پیش به من پیام داد گفت چون تو دعا کردی این اتفاق افتاده، ولی میخوام بگم قبل كم يوم دز لي رساله قال لي ما دام انت صليت لاجلي انا شفيت، اما بالاصل هو الهنا يسوع شفاك. من حوالي 15 يوم انا وين احكي انا اترجم لك. لا مو انا بالفارس كنت اترجم. هم اريد يسمعون الجماعه. من اسبوعين انا وين
از موقعی که افتادم كنت انا لوحدي في مكان ما بشتغل. یه جایی داشتم کار میکردم سر کار، آب بود. كان الوقت متأخر، كانت الساعة 3 بالليل ساعت 3 نصف شب بود سر کار بودم. وأنا لوحدي. من تنها بودم. كان في مية على التراب بتتزحلق. روی زمین آب و ریکا و اینا بود که خیلی سر بود، ریز بود. عشان ما كانش في حد معايا يساعدني. چون کسی هم با من نبود، منم بابت بیماری که دارم خیلی خسته بودم. لما قمت بعد ساعة إلا ربع حسيت إن إيدي مفصولة خالص، كفة إيدي مفصولة من دراعي. یک لحظه وقتی افتادم احساس کردم که دیگه دستی ندارم، مثلا احساسی نسبت به دست داشتن نداشتم. وكان عندي شغل تاني في الشغل اللي أنا بشتغل فيه كان لازم أخلصه قبل الساعة 7 الصبح. باید تموم میکردم کار رو، یعنی تا صبح باید میموندم حتما قبل از اینکه بیفته، باید کار انجام میداد، تموم میکردم. وكنت مضطر إن أنا أشتغل أخلص الشغل بإيد واحدة وأنا إيدي التانية مكسورة. یعنی من با اینکه افتاده بودم دستم شکسته بود، خیلی هم درد داشتم، سعی داشتم با یک دست کارم انجام بدم بازم. ومع ذلك خلصت الشغل و با این وجود تموم کردم، با یک دست کارم تموم کردم و این دستم هم شکسته بود. وصلت البيت كانت الساعة 7:30. ساعت 7:30 صبح رسیدم خونه. اتصلت بصديق ليا أخذني لغاية المستشفى وكشفوا عليا في الطوارئ قالوا في كسرين يعني. رفتم توی اورژانس با یکی از دوستان، رفتم اورژانس مال دولت آستانه، گفتن 2 تا شکستگی داره واحتمال أحتاج لعملية. و 100% نیاز به عمل جراحی داره همین الان. ادوني ميعاد بعدها بيومين إن أنا أروح المستشفى 2 روز که میخواستم برم بیمارستان لدكتور اسمه أنا مش متذكر اسمه عشان أراجعه يشوف به یک دکتر متخصص قرار بوده بره اونجا توی دولت آستانه باز مراجعه بکنه. وأنا منتظر الميعاد المستشفى يوم كان أنا وقعت يوم 5 في الشهر بدون ميعاد يوم 7 في الشهر بعدها بيومين. یعنی روز 5 قرار بود در تاریخ 5 ما بریم با نازنین و اینا بریم بیمارستان ببریمش، اما متاسفانه نشد و 7 شد، یعنی 2 روز گذشت از اون روز. إن أنا أجهز نفسي إن أنا أعمل عملية يوم 7. و من واقعا منتظر این بودم که دوباره بشکنم عمل بری، یعنی عمل بکنم. اتصلت بصديق من به ميلاد دوستم میلاد زنگ زدم. عرف إن أنا في كسور وبلغ القس محمد. میدونستم که 100% دستم شکسته، بابت همین به میلاد خبر دادم. میلادم به پدرمون محمد خبر داد. القس محمد وميلاد وزوجته أخذوني المستشفى بردنم بیمارستان میلاد و نازنین تاني عشان نتأكد إن فعلا كان بیمارستان الدكتور خصوصی مظبوط. که فقط من میدونستم شکست، فقط این عزیزان میخواستن مطمئن بشن چه درمانی چه جور شکستگی داره. لكن كان كلام الدكتور والإشاعات بيقولوا إن في 4 كسور. اما در اصل شوکه شدم، به جای 2 شکستگی 4 شکستگی. همین دستی که داره تکون می‌خوره. بله. بعدها لقيت نفسي ببكي بدموع يعني. و من واقعا با ایمان اشک میریختم. وأنا مع القس محمد. من با پدرم محمد بودم و نمیدونستم چیکار کنم، آغوش ایشون رو بگیرم یا آغوش دکتر رو بگیرم. لما قالوا برضه محتاج عملية لقيت برضه القس محمد قلقان عليا وحسيت بحزنه عليا. قلت له ما تخافش ربنا يشفيني بس من صلي. واقعا ترس داشتم و نمیدونستم چیکار بکنم و واقعا توی مضیقه بودم، اما وقتی نگاه محمد رو دیدم و اون محبت خدا رو چشیدم تو اون لحظه بهم گفت نه ترس، خدا با توه. ولی من واقعا ترسیده بودم. برغم ان انا كنت قلقان على نفسي وعلى اللي انا سمعته بس قلقان على القس محمد ان هو مشغول عليا فقلت له فانا عايز اطمنه واقول له ما تخافش يا ربنا هيشفيني يعني بس انت صلي. و حتی این نگرانی و ترس رو در چشمای میلاد و پدرم محمد دیدم، چون میدونستم همه عاجزیم از این پول و از این عمل و بابت بیماری که داره، پوکی استخوان داره، یعنی اصلا نمیتونست عمل بکنه، پیچ مهره بذاره به هیچ عنوان. و من هم یک لحظه واقعا با دعای پدرم محمد قوت قلب گرفتم و گفتم من ایمان دارم که خداوند من رو شفا میده. آمین.
لكن رجعت البيت برگشتم خونه. ميلاد كان معايا بالتاكسي رجعنا البيت میلادم با تاکسی با من بود، من رسون خونه. واول ما رجعت البيت طبعا انا حزين يعني من اللي خیلی حصل. ناراحت بودم، خیلی احساس حزن میکردم. رغم ان القس محمد كان معايا واولاده وزوجته بس حسيت ان انا يعني زي ما اكون وحيد. با اینکه میلاد و همسرش و پدر محمد با من بود، اما من واقعا اون لحظه احساس کردم که هیچ کیو ندارم و تنها. بعدها قعدت لوحدي حسيت ان انا جت في دماغي ترنيمه كنت بحبها قوي. یه سوده پرستشی رو که همیشه در سختی هام، در تنگی هام، در تنهایی هام گوش میدم، رفتم سریع به اون پناه آوردم. وكاني بسمع ربنا بيقول لي انا شاعر بيك، انا شاعر بآلامك، انا شاعر بأنينك. و توی اون سوده پرستش دقیقاً من صدای خدا رو شنیدم که داشت به من میگفت من با تو هستم، من تمام دردها تو دیدم، من اذیت شدن تو دیدم و من همراهت هستم. اوعى تفتكر انك متساف في احزانك. و منم که میتونم فقط حزنتو بردارم، منم که میتونم بالهاتو بردارم. حسيت ان انا في ناس كتير قريبه مني في مصر من اهلي، في اللي سأل وفي اللي ما سألش. حتی دوستام، خانواده هام، هیچ کی سراغ منو نگرفت، هیچ کی. كنت حزين جدا قوي يعني. خیلی خیلی ناراحت بودم که حتی خانواده‌ام، فرزندام سراغ منو نگرفتن. لكن قلت لربنا انت ما فيش احن منك. ولی به خدا گفتم هیچ محبتی بالاتر از محبت تو نیست. انا فعلا وحيد من درسته تنهام في مرض قديم و یک بیماری خیلی بد مزمن دارم، سالهاست، یه عمریه که با منه في كسور. و الانم که شکسته دستم از 4 جا. الدكاتره بيقولوا ان هي 4 كسور ومحتاجه عمليه. دکترها میگن 4 شکستگی و نیاز به 100% عمل داره و یعنی معیوب میشه. لكن انا واثق انك انت اللي هتكبر الكسور وانت اللي هتصلح الكسور اللي اتكسرت. اما تویی که میتونی منو از نو خلق کنی، تویی که میتونی تمام شکستگی های منو ترمیم کنی. وجيت في يوم من الايام ان انا ايدي كان بسبب مرض الروماتويد مش متحمل الجبس. آرتروید روماتویدی که تو دستش هست که پوکی استخوان و اینجور چیزاست، نمیتونست اون گچ رو تحمل بکنه. سنگینی باعث میشه که دردش 2 برابر على المفاصل عندي. مفصلام با اون گچی که روی مفصلام بود باعث درد شدید شده بود. فكرت ان انا اشيل الجبس واجيب حاجه خفيفه كده البسها. و گفتم بذار گچ رو باز کنم، میگم نفس عمیق، من که دستم شکسته نیازم به عمل داره. خب بذار باز کنم حداقل دردم کمتر کم بشه. اتصل بيا القس محمد بيقول لي ايه الاخبار عامل ايه عايز حاجه؟ قلت له لا انا عايزك بس تصلي من اجلي يعني. و پدرم محمد زنگ زد و گفت من خواهش میکنم هر چیزی که نیاز داری به من بگو، هر چیزی که بدونم در کنارت بشم. گفتم نه، من میخوام دستم باز کنم، فقط برام دعا بکن. بعدها على طول انا برضه صليت وقلت ربنا يعني. من میدونستم تو اون لحظه الان بعد محمد برام دعا میکنه، چون من همون لحظه در جا سجده کردم و شروع کردم به دعا کردن. قلت يا رب انت قلت من له ايمان مثل حبه الخردل يقول الجبل انتقل فينتقل. آمین. و میگه خداوند تو گفتی اگر به اندازه یک خردل، ذره خردل، دانه خردل ایمان داشته باشید میتونید کوه رو جابجا بکنید. قلت له اعتبرني ان انا يعني عندي ايمان ان انا مؤمن بيك. تو میدونی که من ایماندار خوبی بودم برات و کاملا اعتماد دارم بهت. لكن انا مش هقول لك ان يعني انك تنقل الجبل، لكن على الاقل خالص ان انت تكون سند ليا وتشفي الكسور اللي عندي. من هیچ شکی به کارهای تو ندارم، من اعتماد کامل به تو دارم که تو زنده هستی و عمل میکنی. فقط میخوام این ترس، این شکی که دکترها تو دل من وارد کردن، میخوام با شفاعت، با معجزات از بین بره. وبالفعل بعد ما شلت الجبس و باور نمیکنید اون دردی که من داشتم در آن واحد بعد از باز شدن هم تونستم دستم تکون بدم. چون مثلا با بچه‌ها چیزی که داره میگه، من با چشم، محمد جان با چشم، این دست، این استخون اینجا بود، این اینجا بود، این اینجا بود، بعد دستش اصلا کج و معوج بود، نمیتونه صافش بکنه. دکتر اصلا این دست کامل منحل، اصلا
مثل معلول بود دور از جون. اینو دارم جدی میگم. این دست، این استخون اینجا و دکتر وقتی میخواست بگیرتش استخون شکسته رو دستش گرفته بود. ايدي وهمه جدا تحت الجبس كانت ايدي وهمه. زیر گچ دستم باد کرده بود انقدر، یعنی 4 تا دست شده بود یه دست من. حاسس ان ايدي زي ما تكون زرقاء يعني لون ازرق. جلد لون ازرق. احساس میکرد که پوست دستش یعنی سیاه شده بود، یعنی اصلا حسی روش نداره، یعنی مرده پوست دستش مرده بود. بصيت لايدي كده عملت علامه الصليب يعني قبل از این که من گچو باز بکنم صلیبو کشیدم روی دستم، گفتم میخوام این کارو بکنم و میخوام که شفا بدیم. لقيت ايدي فشت خالص واللون. باور نمی‌کنید در آن واحد دردم رفت. بعد از دقایقی تمام ورم دستم رفت و اصلا هیچ دستم هیچ کجی نداشت. ايدي بدأت ترجع لونها الطبيعي. بعد از دقایقی رنگ پوستم، رنگ دستم همش برگشت، دردم رفت. انا لبست حاجه بسيطه قوي عشان منظر ايدي تبقى حلوه يعني. میدونید اینو برای چی گذاشتم؟ من شفای کامل دریافت کردم. اینو گذاشتم که به یاد بیارم خدا برای من چیکار کرد. الصورة دي عشان نقف قدام ربنا. من میدونم چرا این اتفاق افتاد. بيكون ده لمجد اسم ربنا. دستم شکست که خدا اجازه بده که اتفاقا امروز بیستم و نامش رو برافرازیم. جلال این درد رو تحمل کرد ولی دردم رو برداشت و امروز شهادت میدم که خدا شفای من میخوام واقعا من خیلی سورپرایزم، میخوام براش دعا کنم. بگو میخوام براش دعا کنم. به دلیل اینکه وقتی داشتم براش دعا میکردم توی خونه گفتم خداوندا هم درد دست يعني في البيت من كنت اصلي اجله دستی که 4 تیکه شده الم الذي من 4 با مكانات چه مكسوره هزینه از کجا مين می‌جمع؟ نجيب فلوس؟ شلون نجمع داشتم خودم فلوس؟ آماده میکردم تو گروه شعبانا بگم، گفتم حالا کلیسا كنت اخلي بالجروب مال القصان 65000 لیر جمع کنیم. مين اجي لهم 65,000 ليره؟ ما باز حد گفتم به مردای کلیسامون زنگ بزنم اتصلت على كل بعد الناس على بعد كل رضا بگم اصدقائي هر چی که میتونیم، هر خیلی چی ما که در بدون توانمون جمع. هست جمع کنیم برای چون بالاخره باید بره سر کار. يعني لازم يعيش حياته شلون باز يصبر على العيال. به میلاد آزنی گفتم میلاد ببریم بیمه‌ش رو باز کنیم. ردنا نروح نفتح السكورتا مالته بالاخره نجيب اونجا كل بیمه‌ش رو باز کنن، التقارير موجوده، الصور كلها موجوده. ولی فقط دعا کردم. بس صليت قلت له گفتم عاجز ما شرایط این أعرف. مرد رو میبینی. وانت شايف اخونا سامح خواهش میکنم. اترجاك. و بعد حالا همون روز بود یا فرداش برای من پیام فرستاد، چون فارسی میفرسته، ترنسلیت میکنه فارسی میفرسته. يترجم گفت یه اتفاقی قال صاير شيء علي عظيم. گفت یک شنبه میام کلیسا قال و اجي الاحد بكل قوه همه اتمجد باسم الرب. همه جلال خدا رو خواهند دید. راح يشوف الناس يشوفون مجد الرب خدای ما اینطور بی‌نظیر عمل می‌کنه. والرب ليش عظيم يعمل. میخوایم برای حفاظت از ایمانش و نصلي شهادتی لاجل که ايمانه ولاجل صحته وسلامته. به آسمان تو رو شکر ربنا السماء. خداوند. يا الهي تو اشكرك عالی هستی، تو لان نیک انت هستی. عالي، انت طيب عیسی تو وصالح، زنده هستی. انت حي يسوع. خداوند ببخش حتی اگر زمانی که ما نسبت به تو کم ایمان يا الهي سامحنا لو بعض مرات نشك خداوند فيك، لو مرسی احنا که تو تكون در این قليلين کلیسا در این الايمان. مکان نامت رو برافراشتی. يا الهي اشكرك مثل الذي بارهای رفعت پیش. اسمك في الكنيسه. خداوند نامت رو جلال دادی که بگی يا من الهي هستم. اشكرك الذي انت تمجد در بك کنار وخليتنا تک نتمجد تکتون باسمك. هستم و مرسی که خداوند تو دعای سلمان رو شنیدی اشكرك الذي انت سمعت و صلاه مرسی که سمعان خداوند دست او رو وصلاتنا. شفا بخشید. يا الهي اشكرك دعا الذي میکنم اعطيت حفاظت الشفاء. تو با ایمان او باشه.
انت احمي وانت احفظ يا الهي ايمان اشفي يا الهي كاملا با این شهادتی که نام تو رو جلال داد يا الهي نتمجد باسمك دائما هر تاریکی اي ظلام هر نیروهای شریر اي شيء من الشرير يا الهي که الان ناراحت هستن الذي هم حزنانين هسه اعلام می‌کنیم هیچ حقی بر ما آسمان روحانی عندهم اون اي نداره. حق ما عندهم اي حق واجازه على السماء ايمان مال سمعان و هیچ حقی بر فرزند سمعان ندارن وما عندهم اي حق على سمعان ولدك يا خون الهي پرقدرت تو رو برای دمك الطاهر ومملوء من القوه يكون عليه باشد که این شهادت بارها و بارها گفته هاي بشه. اختبار كل حياته يعطيها للناس ويتمجد و باسمك تو از سمعان استفاده وانت کنی تستخدم سمعان و لاجل دیگران تو رو ملكوتك بشناسن الذي الناس يعرفونك يا الهي در نام عیسی مسیح صلوات باسم يسوع امين انا عايز اقول لك ان ربنا استجاب لصلاتك. انت انسان مبارك. تو خیلی مبارک هستی و من مطمئنم خداوند از طریق ایمان تو عمل کرد. بس یسوع حبیبی. یه شهادت کوتاه بدم. من همین الان تو پرستش نه همینجا میگم کوتاهه. پرستش داشتم بودم خدایا من ایمانم ضعیف شده. أنا كنت هسه أقول یه معجزه به من نشون بده. یه جوری دوباره خود حطيني في المعجزة، أريد أن أشوف العمل. أنا ما شفت أعرف وهسه شفت معجزة الرب. او زنده است. آمین. آمین. همینجا در میان ما حاضره و از زندگی همه ما خبر داره. من میخوام واقعا چه موعظه‌ای کنیم. این خودش یه موعظه بود و من خیلی کوتاه آیاتی که فقط برای امروز در نظر گرفتم از این متنی که خوندم میخوام با شما در میون بذارم در ادامه. حتما حالا هماهنگ میکنیم میرا جان با نازنین میریم دکتره باید متعجب بشه به خاطر کار عیسی. اینو میخوایم بریم چون توی آرشیوشون دستش هست. اصلا دکتره باید حالتی بکنه این اگر انجام نشه معیوب میشه به آخر اون دیگه نمیتونه و این دکتر اون اسناد و مدارک توی مانیتورش هست. باید بریم اونجا نام عیسی رو قدم بزنیم در این بیمارستان. خدا میخواد در این بیمارستان نامش جلال داده بشه. خدا رو شکر. این متنی که خوندیم آیه 19 انجیل مرقس باب 16 آیه 19 میگه یه آدرس به ما میده. من امروز میخوام در مورد این آدرس صحبت کنم. به آسمان بالا برده شد، به دست راست خدا بنشست. خب این اتفاق یه جای دیگه این فیلم رو که با هم دیدیم تکرار میشه و توی اعمال رسولان رو اگر بیاری با هم دیگه نگاه کنیم، اعمال رسولان باب 1 آیه 9 به بعد اینطور میگه در مورد صلح. عیسی پس از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می‌نگریستند، همین کلیپی که دیدیم، به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که میرفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند و گفتند ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. آمین. اینجا میدونیم چی میگن این دوتا مردیه، دوتا فرشته خداوند؟ سوالشون از شاگردانی که با چشم به آسمان خیره شدن میدونی چی میگه؟ میگه چرا اینطور نگاه میکنید؟ من فکر میکنم اونجا یک فکر من نیست، اینو خیلی از مفسرین میگن که شاگردان اونجا براشون نگرانی اومده بود، کم ایمانی اومد، ترس اومد، شک اومد. تا الان عیسی شفاعت‌دهنده با ما بود، تا حالا عیسی که خداونده با ما بود، ولی الان داره میره و اونجا این دو مرد این سوال رو میپرسن، میگن چرا نگرانی، چرا اینطور نگاه میکنید؟ همین عیسی برمیگرده. آمین. ولی همین هم ایمان میخواد. حالا اون چیزی که خدا تو قلب من گذاشت از اول قرنتیان باب 11، ما همیشه وقتی اشاره داریم اینجا
میخوایم اشاع بدن و خون مسیح رو دریافت کنیم، این متن معروف که من میخونم اول قرنتیان، همه رو کامل نمیخوام بخونم، اول قرنتیان باب 11 آیات 23 به بعد یه آیه‌ای هست. دیشب وقتی که من داشتم در مورد این صعود عیسی و جمله‌ای که دو تا فرشته اونجا میپرسن داشتم تعمق میکردم، خدا این آیه رو به یاد من آورد که ما هر ماه داریم اینو اعلام میکنیم، ولی آیا ایمان داریم؟ زیرا هرگاه این نان را بخورید، آیه 26 اول قرنتیان 11 26 زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند را اعلام میکنید تا زمانی که باز آید. چقدر امروز من و شما ایمان داریم که عیسی زنده است و عیسی برمیگرده و عیسایی که داره میگه من میرم برای شما مکانی آماده میکنم و میگه من درد تو رو میدونم سلمان، من مشکلات تو رو میدونم، پرونده های شما رو میدونم، نداری شما در این روزها رو میدونم. عزیزان من اگه امروز واقعا هیجان زده و خوشحال نمیدونستم چیکار کنم، فقط میرفتم به سامیان گفتم سامیان نمیدونم جیغ بزنم گریه کنم از این شهادت. منم عین خود شما دارم تو همین غربت زندگی میکنم، پرونده هم رد کردم، شرطی مرتجی بودیم ردی بهمون دادم. منم مثل شما عزیزان با مریم میشینیم فکر میکنیم دعا میکنیم، تهش باید تسلیم بشیم بگیم با عیسایی که در آسمان در دست راست پدر نشسته و از همه چی خبر داره و چنین امروز نام خودش رو اینجا جلال میده، چنین قدرتی در آسمان و زمین و به او سپرده شده، چرا من باید دلم بلرزه؟ چرا باید دلم درسته سختی ها نگرانی ها هست، من اصلا منکر این نمیشم، دل منم میلرزه. حتی منی که برای سلمان دعا کردم وقتی مانیتور رو دیدم دستش 4 تیکه شده، اولین چیزی که به ذهنم اومد بهتون گفتم پلاتین چون مهره هزینه عمل جراحی من چطوری میتونم برای این مرد پول جمع کنم، این هزینه. بعد گفتم میلاد بیا ببریمش، خواهش کنم بچه داره هر طور شده بگیم راپور بدیم نیمه‌شو باز کنن. نازنین گفت میدونی برادر کی نوبت عمل بشه، این دست ممکنه همینطور جوش بخوره. این چیزایی بود که فکر ما بود، فکر بشری انسانی ما بود، ولی خدا یه فکر دیگه‌ای داشت. میدونست این یک شنبه قراره در مورد صعود چه چیزی گفته بشه، در مورد کلامش چطوری خودش رو جلال بده. و پس اشاع ربانی این رو ما همیشه اعلام میکنیم. حالا میخوام کولوسیان باب 3 آیه 1 و 2 رو براتون بخونم. کولوسیان باب 3 آیه 1 و 2. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، یعنی من و شما، ما ایمان داریم که با مسیح برخیزانیده شده ایم، تعمید گرفتیم. اونجا رو صحبت از گفت هر کس ایمان بیاره و تعمید بگیره چی؟ نجات خواهد یافت. میگه پس چون کولوسیان باب 3 آیات 1 و 2. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید آنچه را که در بالاست بجویید. یعنی کجا؟ دوباره همون آدرس انجیل مرقس رو میده. به آنچه در بالا، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر زمین است. اینو خداوند امروز میخواد به من و شما بگه، به تک ما بگه. میگه این چیزایی که رو زمینه، ترامپ، نتانیاهو، جنگ میشه نمیشه، ایران آزاد میشه نمیشه، تمام این تفکرات زمینی، پرونده من چی میشه، UN چی میشه، قرار نامه اعتراض من چی بشه، وکیل قرار برای من چه کاری بکنه، این مشکل من چی میشه، این بیماری عزیز من چی میشه. عیسی میگه فقط متمرکز بالا، کلامش میگه فقط متمرکز بالا، جایی که مسیح به دست راست خدا تو انجیل مرقس گفت. حتی اون دو مرد سفید پوش گفتن همینطور که عیسی رفت برمیگرده و ما داریم در اشاع ربانی هر ماه این رو اعلام میکنیم. آمین. با ایمان باید اعلام کنیم عزیزان. عیسی برمیگرده و تا قبل از این بازگشت عیسی الان به فکر ماست، داره در آسمان برای ما
شفاعت میکنه هر روز هر لحظه و من با این تمام میکنم. همین انجیل مرقس میخواستم این رو بهتون بگم. یادتونه بین زیر 3 تا فعل خط کشیدید. اول مریم مجدلیه میره میبینه، میاد میگه باور نکرد. بعد 2 تن از ایشان در راه امائوس عیسی رو میبینن، باش حتی شام میخورن، نان و پاره میکنه براشون، برمیگردن میگه سخن ایشان رو باور نکرد. اینجا همش داره صحبت از ایمان میکنه. و بعد بار سوم میگه عیسی، مرقس 16 12 14 ببخشید، عیسی برای 11 تن در حالی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و آنها را به سبب بی ایمانی و سخت‌دلیشان توبیخ کرد، زیرا سخن کسانی را که او را پس از رستاخیزش دیده بودند باور نکردند. من این 3 تا باور نکردن رو هر موقع تو این متن میبینم از خودم این سوال رو میپرسم: چقدر فشار زندگی، فشار بیپولی، فشار بیماری، فشارهایی که زندگی به من میاره، بعضی موقع من به این نقطه میرسم میگم باور نمیکنم. حرفی که از خیلی از شما عزیزان، من نمیخوام کلام خودم محکوم نمیکنه، من کی باشم کسی محکوم کنه. حتی تو سل گروپ این هفته شنیدیم از همدیگه تو شهر میشنویم، با همدیگه میریم همین داریم قدم میزنیم. من میخوام خواهش کنم بیایم الان در حضور خدای خیلی جاها بوده که من مثل این شاگردان که دیدن اومدن بهشون گفتن. همین امروز اگه یه نفر از شما برید بیرون بگید ما یه نفر تو کلیسای ما بود دستش 4 تیکه شده، واقعا من و میلاد، من جلوی گریه‌مو نمیتونم بگیرم، ما تو مانیتور دیدیم، یعنی دکتر سرمون داد گفت اگر این زود به دادش نرسید این کجاوه جوش میخوره. ما این معجزه که این دست کامل چسبید به هم دیگه، الان داره این کار رو انجام میده، این کار عیسی مسیحه. خب حالا یه نفر از اینجا بره بیرون بگه، ممکنه اون شخص بخنده باور نکنه، بگه نه ما این ساختگی فلان. یه با 3 تا آدم همراهش بودیم، من اون میلاد و نازنین اومد از من خواهش کرد و بعد این نفرستش دولت پول جمع کنیم. گفتم نازنین این دست مون نداره، بیا بکن چیکار واقعا چیکار کنیم، چطوری این پولو جمع کنیم. و عیسی یه طور دیگه همه ما رو سورپرایز کرد. مثل این میمونه که بریم الان بیرون یه نفر اعلام کنه بگه باور نکرد. و تنها رمزش که آخر میگه که وقتی اینا باور نکردن، آخر متن یه تغییری پیش میاد. میگه بعد از اینکه عیسی گفت هر که ایمان آورد تعمید گیرد نجات خواهد یافت، وعده رو گفت و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. عزیزان این آیات همراه تک به تک ما خواهد بود. آمین. باور داشته باشیم. یه روز برادر دیوید درایر اینجا بود، گفت دست بذارید رو همدیگه، برای همدیگه دعا کنید. من نمیام دعا کنم، یادتون هست؟ ما با این ایمان باید دعا کنیم. با این ایمان نباید بذاریم زندگی زمینی ما رو زمین گیر کنه. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. دیوها به نام من بیرون میکنن، زبانهای تازه، پنتیکاست رو در پیش داریم هفته آینده، مارها رو خواهند گرفت، هرگاه زردی کشنده و آخرش دستها بر بیماران خواهند داد، آنها شفا خواهند داد. بعد آخرش یه دفعه ورق بر میگرده. همین شاگردانی که میگه باور نکردن تو آیه 20 میگه پس ایشان، این کی بود؟ ایشان کی بود؟ همینایی که باور نداشتن بیرون رفته در همه جا موعظه میکردن و خداوند با ایشان عمل میکرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت می‌داد. عیسی گفت این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اونا وعده رو دریافت کردن و رفتن موعظه کردن، همون چیزی که عیسی گفت رو انجام دادن و میگه همراهشون خدا باشون عمل میکرد و با آیات عیسی ثابت میکرد که من هستم، زنده، مثل امروز که خودش رو بر من ثابت کرد. ما میدونستیم عیسی هست. اتفاقا همه شما عزیزان میگید میدونم عیسی هست، میدونم زنده است، میدونم قیام کرده. یه ولی میاد، این ولیه همینجا جواب داده میشه. واقعا جلال بر نام عیسی خداوند. میخوایم دعا کنیم و من هدایت شدم تو پرستش وقتی این شهادت رو شنیدم. الان عرفان جان، بهار جان، عزیزانی که الان اینجا بیمارید، ضعف جسمی دارید، خدای شفا دهنده اینجاست حاضر و این شهادت رو شنیدید. اگر کسی اینجا یه نیازی داره، یه
کم ایمانی این روزا اومده تو هر قسمتی. ناس قويين تروحون للبيت. واقعا هم دعا بشیم با هم دیگه، بطلبیم از او که اینطور عمل کرد، اینطور. من ایمان دارم کلیسای چروم رو به یه لول دیگه خواست ببره این روزها. واقعا برادر رضا، منم این روزها وقتی دعا می‌کردم مثل شما میگفتم خداوندا یه سورپرایز، یه خبر خوش. بس خیلی خبر بد شنیدیم. عیسی خواهش میکنم این روزا یه خبری که ما رو شگفت زده کنه. عجبنا، خلينا نتعجب من هذا الخبر. پدر تو رو شکر میکنیم برای ابونا السماوي اشكرك این مکان. لاجل هذا المكان. خداوند در این مکان که اسمش جانسو هست، اسم جانسو هاي آب حیات. يعني ماء الحياة. خداوند الان نزدیک 10 ساله که تو در این مکان در این 10 کار سنوات انت قاعد هنا تعمل تو داری عظيم. خودت رو خداوند در این مکان جلال میدی وقاعد و چقدر این روزها نیاز داشتیم خداوند چه این شهادتی رو ببینیم يا الهي جدا و محتاجين بشنویم. هاي الاختبار. مرسی که یک بار دیگه خداوند تو با آیات و معجزات اشكرك الذي انت مع اياتك چشمان قلب ما رو باز کردی. قلوبنا يا الهي. که خداوند نگاهمون رو از روی زمین نگیر. اللي نرفع نظرتنا من جو ومن الارض. نگاه ما چشمان ما به نرفع آسمان نظرتنا على السماء وعلى ايماننا. جایی که وقتی صعود کردی به دست راست پدر نشستی. مكان الذي يسوع قاعد على الايمن على الايمن الله. خداوند تو رو شکر بابت سلامتی، اشكرك بابت تمام چیزهایی که تو به ما بخشید، حتی چیزهایی که خداوند شاید الذي اعطيت. هنوز اون زمان نش نرسیده و ما درکی ازش نداریم. اما ایمان داریم تو زنده هستی، ولی ما تو هستی، ولی ما که تو هستی زنده هستی. پس خداوند همه چیز رو به دستان يا می‌سپاریم. الهي اسلم كل شيء فيه. آینده فرزندانمون، نگرانی مالیمون رو. قلق الماديه مالتنا. خداوند شفای جسمانی، هر کس در این جمع الان داره به شفای جسمش فکر میکنه. خداوند در اون قسمتی که دست گذاشته عیسی مسیح دستان سوراخت يسوع اي قرار مكان بده. الم انت خليه هر بیماری و حساسیتی خداوند، اي حساسيه هر ضعف جسمی و اي روحی ضعف جسدي همین لحظه به نام پرقدرت تو که امروز شهادت شنیدیم خداوند هیچ حقی بر فرزندان تو نداره. تخرج كل الماء شفای تو رو به طور کامل جاری شده اعلام می‌کنیم. وتجري الشفاء على جسدهم. تو رو شکر میکنیم خداوند. اشكرك يا الهي. میخوایم خداوند هر لحظه نگاه ما، چشمان ما نظرتنا به ايها آسمان باشه، یادمون نره. السماء لا ننسى. مثل این دستبندی که مچبندی که سامان به دستش نگه داشته میگه میخوام نیکویی خدا یادم نره. نكون دائما نخلي نيشان على حياتنا. خداوند بدنا نذكر طيبة هر الرب. زمانی که ما داریم زمینگیر میشیم دائما ان نوقع. نگاهمون از آسمان برداشته اما میشه. لا تخلي هم نظرتنا تو اجازه تكون نده، على تو ما رو الأرض. خلي تقویت کن. نظرتنا تكون ثابتة على السماء. خداوند تو به شاگردان گفتی چون روح القدس آید من روح الرب قدرت خواهد يحلل کرد علينا ويسكن و فينا. شاهدان من يا خواهد الهي احنا نكون و بعد به آسمان صعود کرد. خداوند برای هفته آینده که پنتیکاست دعا می‌کنم در این هفته پیش رو على الكنيسة. پری روح تو با تک به تک ما باشه. آتش آسمانی تو نارك من السماء يكون فضای خونه ما رو پر کنه خداوند. املأ بيوتنا اتمسفر وأولادنا. زندگی ما رو پر کنه جو خداوند. حياتنا كلها. خداوند هر بند غیر الهی که يا الهي در اي شيء مو میان منك ازدواج حتی زناشویی خداوند در این روزها کم رنگ شده. خداوند اومده خواسته دزدی کنه. به نام عیسی مسیح خداوند در این هفته پیش رو تو با آتش سوزانندت بردار، تقدیس کن خداوند. هر بی ایمانی، هر کم ایمانی که خداوند در وجود تک به تک ما یا خانواده عزیزانمون به وجود اومده تو بردار به اسم عیسی مسیح. ما رو پر بساز خداوند. آماده بشیم با ظرفی آماده یک شنبه آینده اینجا بیاییم و تو عطایا ببخش به کلیسایت. خداوند تو این ظرف ها رو که آماده میشن پر بساز با عطایایت تجهیز کن. تو رو دوست داریم و دعاهام رو به حضور تو آوردیم در نام عیسی مسیح. آمین.
میخوایم با این سرود اعلام کنیم که چشمان ما